بستشری سلام. یکی از دوستان از من سوال پرسید، گفت شرکتی ثبت کردیم چندین سال پیش، اقدامی روش انجام ندادیم، نه مالیات رد کردیم نه دفاتر گرفتیم، چون شرکت فعالیتی نداشته. اینو از نظر شما چطوری هستش؟ مشکلی داره به نظر شما یا خیر؟ درسته. تو این سال پرتکراری هم هست. ما شرکت رو ثبت میکنیم، فعالیت نداره. اولین نکته اینه که ما بدونیم عدم فعالیت از نظر ما با عدم فعالیت از نظر اداره مالیات فرق میکنه. اگر این شرایطی که میگم و شما داشته باشین، شرکت شما عدم فعالیت داره و نیاز نیست هیچ تکلیف قانونی مثل اظهارنامه یا حتی دفاتر قانونی رو انجام بدین. اگر حساب بانکی شرکت گردشی نداره، اگر اطلاعیه‌ای براتون نمیاد، یعنی معاملات فصلی به اسمتون رد نمیشه، اگر خرید، فروش، پرسنل و هیچ گونه هزینه‌ای ندارین و عملاً هیچ فعالیت تجاری انجام نمیدین، شما هیچ تکلیفی ندارین و مالیات از روی سود گرفته میشه، نه از روی ثبت شرکت. خیلی ممنون از لطفتون و راهنماییتون. خواهش